با همه شما سلام علیکم دوستان و برادران عزیز. دوستان من در ویدیوی خود کوشش میکنم که با کسی فایده هم رسد، کمی هم باشد فایده هم رسد، توسط ویدیو درس توسط رساندن یگان معلوماتی هم باشد، کمتر هم باشد فایده هم رسد. دوستان عزیز در این ویدیو من حرکت میکنم که با شما یک چند جایهای کار را گویم. شاید از بین شما نفری باشد که با کار احتیاج داشته باشد یا که جای کار نیافته ایستاده باشد. دوستان عزیز همه این کارها را من در روی اکران رقم‌هایشان میگذارم. حاضر من به شما درباره کارها معلومات بدهم. برای اینکه از خاطرم نرود من در یک جای برای خود قید کردم. کار است در گومگورین، یعنی ناحیه گومگورین میباشد در استانبول طرف اروپا در محله صنعایی. کار تکستیل است، یعنی در سیخ تکستیل کار میکنید. کار جای خواب میدهد، شرایط برای نمازگذاری هم هست. رژه کاری از 8 تا 7 بگاه است. معاشش 10,000 لیره. دوستان عزیز من در روی اکران میگذارم که لیره با روبل و دلار چقدر میشود. 10,000 لیره معاش، باز 800 لیره اضافه پولی میدهند، یعنی شاید برای خورد و خوراک، شاید برای راهگیری باز اضافه میکنند. خیر از این باشد اگر که خوب کار کنید 1,000-2,000 لیره هم شاید که اضافه کنند، علاوه کنند. کار نوبتی در محله اکسرای، این هم در طرف استانبول اروپا است. محله اکسرای این محله خیلی خوب می باشد، خیلی جایهای کاری بسیار است، از سببی که در اینجا شرکت ها تکستیل ها خیلی زیادند و امکان تجارت نمودن هم خیلی بسیار است. کار چنین است، در محله اکسرای در یک هتل، یعنی در یک مهمانخانه گارسون شده کار میکنید. دوستان عزیز گارسون گفته این افیسنت رو میگویند، یعنی پیشخدمت، با ترکی گارسون میشود. رژه کاری از 7 تا 7 بگاه، یعنی اوجن میدهد. معاشش باشد 13,000 لیره. در یک هفته یک بار روزهای استراحتی میشود. کار دیگر باشد این در محله بیازید. دوستان عزیز محله های اکسرای، بیازید، کومکپی، لالیلی این همش در یک جایگیر است. کار در محله بیازید در رستوران ترکی، کار کامی یعنی یاردمچی افیسنت. کاری تین نیست، کاری آسان است. از 25 ساله تا 30 ساله کمی باشد ترکی را باید داند، کمی هم باشد باید داند. 3 وقت خوراک میدهد، از صبح رستوران 3 وقت خوراک هست. معاشش باشد اگر که به روز استراحتی کار کنید همگی 15,000 لیره می باشد. 15,000 لیره یعنی این معاشی خیلی خوب است. 3 وقت خوراک بدهد خیلی خوب است. دوستان عزیز بیازید، اکسرای، کومکپی، لالیلی در این جایها کار کردن خیلی خوب است، برای اینکه شرایط خیلی بسیار است. چون که در هر یک محله گوییم در هر یک گردش مسجد با میخورید، در اونجا شرایط برای نماز گذاشتن خیلی فراهم است. البته دوستان عزیز من باز به شما توصیه میکنم که زبان ترکی را آموزید. اگر که زبان ترکی را دانید جایهای کاری خیلی بسیار است، یعنی امکانیت ها با شما خیلی امکانیت های وسیع است. دوستان عزیز مرحمت به همین کارها. اگر کسی خواهشمند است زنگ زده خودتان گپ زنان کنید. من برای آنکه با اینها گپ نزدم که شاید یکم نفهمی نشود، شبهه نشود که این حق گرفته ایستاده است و دیگر گپها نشود گفته. با اینها گپ نزدم. مرحمت خودتان زنگ زنید و نویسید، با اینها هم صحبت شوید، همه شرایط رو پرسید. دوستان عزیز انشاءالله که در ویدیوهای نوبتی حرکت میکنم که باز ویدیو کار برای زنها، درباره کار برای زنها ویدیو کنم و به شما مراجعت کنم. تا ویدیوهای نوبتی دوستان عزیز سربلند خانواده باشید. اگر که یکم سوال یا که یکم مراجعتی باشد مرحمت در کامنتاری نویسید.